زنی 73 ساله رهبر امینова که با جرم قاچاق مواد مخدر گمانبر بود برای 8 سال روانه زندان شد. این زن بر اساس ماده 200 قسم 3 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی که استفاده و قاچاق مواد مخدر گمانبر بود که دادگاه او را 8 سال روانه زندان کرد. حکم او تازه صادر شده است، یعنی هفته گذشته صادر شده، هنوز قوه قانونی نگرفته است. اما با گفته همصحبتان ما از دادگاه ولایت ختلان عریضه کساتیانی یا ناراضگی از این حکم از نزدیکان و از وکیل او به دادگاه نرسیده است و چند روز دیگر آنها وقت دارند که از روی این حکم به دادگاه شکایت برند. اما در صحبت تلفنی نزدیکان رهبر امینova از صحبت خودداری کردند و نظر خودشان درباره این حکم نگفتند. اما در گذشته رهبر امینova در صحبت با رادیو آزادی در منزل زیستش گفت که او قسما تصدیق میکند که گناهکار است و تلاش داشت که بیگناهیش را اثبات کند و از تالار دادگاه به آزادی برآید. رهبر امینova که به شرط دور نرفتن از منزل زیستش در آزادی به سر میبرد و شناسنامه‌اش در دست مقامات تفتیشات قرار داشت. اما طبق گزارشی که در رادیو آزادی است، رهبر امینova روز مرافعه که حکمش اعلام شده است از تالار دادگاه به محبس یعنی به بازداشتگاه برده شده است که دیگر ما نتوانستیم با او صحبت کنیم.